بسم الله الرحمن الرحیم. Ulu Tanrı'nın adıyla. با برنامه 45 از سری برنامه های مهندسی جهل پیش خواهیم رفت. در این برنامه ها تلاش میکنیم که با کتاب های دست‌نویس تاریخی قدیمی خطی ترکی به زبان ترکی آشنا بشیم و بفهمیم که ترک ها دارای تمدن مکتوب بوده اند، ولی ما در ایران و حتی در کشورهای ترک زبان متاسفانه به خاطر شکستی که از غربی ها خوردیم و امپراتوری های ما و دولت های ترک ما رو از بین بردند، ما از نظر سرزمینی و از نظر عقلی و از نظر هوش و تاریخ و اینها به اشغال غربی ها در اومدیم و اونها بر اساس اون قانون قدیمی که وجود داشته تاریخ رو طرف پیروز می نویسه و طرف بد همیشه طرف شکست خورده هستش. ما شکست خورده بودیم، بد جلوه شدیم، بد نقاشی شدیم، بد تاریخ درباره ما قضاوت کرد و نوشتند و داشته های ما رو یا مصادره کردند و یا از بین بردند و یا انکار کردند و نذاشتن، پنهان کردن، نذاشتن ما بدونیم. در نتیجه ما با یک مهندسی جهل روبرو هستیم. خب ما در اینجا تا الان 44 جلسه کتاب رو معرفی کردیم که بعضی از جلسات 3 کتاب، بعضی جلسات 2 کتاب و خیلی کم هم 1-2 کتاب رو معرفی کردیم و در یک جلسه هم 40 کتاب رو معرفی کردیم. حالا از امروز به بعد یا از دیروز به بعد یا از جلسه قبلی به بعد ما تلاش میکنیم که برای هر کتاب یک ویدیو درست بکنیم که این همزمان کوتاه‌تر بشه و همین که مشخص بشه که یک کتاب در موردش چی میخوایم بگیم. خب حالا دوباره ما کتاب‌هایی رو دانلود کرده بودیم برای جلسه قبل که بریم سراغ اونها و اونها رو ببینیم. نمیدونم چرا این از بین رفت. هیستوری اینها. خب ما حالا این حقیقت روح رو خوندیم دوستان. خیلی سر در نیاوردم برای اینکه خیلی تئوریک بود کتاب و اصطلاحات خاصی رو داشت، در این حال خیلی خوشنویسی شده بود و من نتونستم بخونم. تلاش کردیم اسم نویسنده و تاریخ رو پیدا بکنیم، نشد. الان میریم به سراغ یکی از کتاب ها، تاریخ تبری. ببینیم این تواریخ اینجا نوشته این چی هست. اول یه خلاصه ای از کتاب رو ببینیم اصلا شمای کتاب وقتی از ما به جلدش نگاه بکنیم چی میاد. در این غرب میگن که آقا کتاب ها رو رو جلدش قضاوت نکنید، ولی حالا ما یک نگاهی به جلد کتاب بندازیم ببینیم چه وضعیتی داره. خود جلد کتاب رو هم نوشتن اینجا و با خط، اینجا یه خط کلفت، اینجا یه خطای ریزی هستش. خود جلد کتاب پاره شده، معلومه. این صفحات داخلیش رو این چیه؟ استصحبه الحقیر، استحسبه الحقیر احمد افندی تهدا یوسف آقا. این نمیدونم این که بخونیم، کهتداری کدهدای یوسف آقا، کدهدای والده سلطان یک سلطانی بوده در 1217. این آدم میخواد یه چیزی بگه، اینم روزه 26 چه ماهی بوده اینو نمیدونم. حالا اینا رو دوستانی که عربی یا ترکیشون قویه میتونن بگن که این دال فی چی هستش. اینا اختصار اون ماه و روزش و اینا هستش احتمالاً. ولی خب استحسبه یعنی استحسان، فکر میکنم از اونجا میاد، یعنی خوبی حقیر احمد افندی که کدخدای یوسف آقا
هستش که این یوسف آقا هم کدخدای والد سلطان است. خب این کتاب هم در سلیمانیه کتابخانه‌ای نگهداری میشه. فکر کنم این کتابخانه سلیمانیه جاییه که باید سر زد و ازشون کار خواست. هازا کتاب و تواریخی تبری. خب تواریخ جمع تاریخ هستش، چرا اینجا میگه تواریخ تبری نمیدونم. فقط حالا به شما کتاب نگاه کنیم، فقط با یه مقدار با ظاهر کتاب آشنا بشیم. خیلی آسیب دیده این شیرازه کتاب. اطرافش یه حاشیه بندی زیبایی بوده که در مرور زمان سیاه شده و از بین رفته، احتمالاً رنگ طلا بوده، ولی از صفحه بعدش این حاشیه کتاب یه خط فقط با خط کشی شده مواجه هستیم، با کلمات قرمز برای آیه ها یا تغییر موضوع مواجه هستیم. کتاب آب کشیده، معلومه یه حاشیه هایی هم براش نوشته شده، خیلی بد نگهداری شده. کتاب به این ارزشمندی که احتمالاً به قیمت امروز ممکن بود بیش از 1 میلیارد تومان ارزش داشته باشه، این به این روز افتاده به قیمت امروز. این کتاب در اینجا گفته که 792 صفحه است و میدونی که در اینجا 2 صفحه رو الان شما میبینید به عنوان یک صفحه آورده. اینجا 27-28 ولی اینجاها گذاشته، اما در حقیقت وقتی ما به اینجا نگاه می‌کنیم 396 صفحه است، برای اینکه دوبل دیگه. حالا من الان راستشو نخوندم ببینم که این زبانش به فارسی، اگه فارسی باشه که نمیخونم، چون دیروز یک کتابی رو خوندیم بعد پشیمون شدم که من چرا زبان فارسی رو خوندم، برای اینکه نمیخوام اونو معرفی بکنیم. خب بیایم اول کتاب رو دیدیم، یعنی تا آخرش رفتم. من آخرش رو برای اینکه خیلی هم روی این چیز اینجا آخرش احتمال میدم این قسمت که آب ریخته کپیش افتاده به اینجا، این سایه حروف افتاده اینجا روی اون. حالا بعد برمیگردیم ببینیم که چی هستش. این تواریخ رو ببینیم چی هست. این خوندن داره. بسم الله الرحمن الرحیم. Şükür ve minnet o Allah'a olsun ki bu məxluqatı yoxkən var eylədi və bu zəif qullərin əhl iman edib taətinə yaratdı və dəxi salavat və salam seyyidul ənam Rəsulümüz üzərinə olsun ki dinin aşkara etdi ve dahi al ve ashab üzerine olsun ki anın eşkine canini ve malini nisar etti. به عشق اینجا خیلی چیز زیبا میگه. ببینید یاران حضرت محمد با یاران آذربایجان خیلی متفاوته. یاران حضرت محمد اولا رفتن تو تبعیدگاه شیب ابوطالب، اونجا تمامی مال داراییشون از بین رفت، لباساشون هم پاره شد و پاره پوره شد و اینا. بعد مال و خونه و اینا رو گذاشتن و فرار کردن به در حقیقت تبعید، یعنی فرار کردن دیگه. واقعیت اینه که پناهنده شدن به مدینه، یثرب که بعدا مدینه شد دیگه، یعنی تمدن. مدینه اسمش جای مدنیت، یعنی تا دیروز اسمش بود یثرب، یه اسمی داشت، ولی امروز شد مدنیت برای اینکه اسلام رو مدنیت فرض کردن. خب حالا یه چیزی که اتفاق افتاد دوباره در مدینه، کسایی که اهل مدینه بودن مالشون رو، خونهشون رو، ثروتشون رو با اینایی که اومدن تقسیم کردن. به این خیلی مهمه. زمانی ما میتونیم به دولت، یه دولت خودمون رو تخصیص بدیم و به وجود بیاریم، تأسیس بکنیم که بتونیم نه تنها از جانمون که از مالمون هم بگذریم. تا زمانی که ما نتونیم از مالمون بگذریم و داوطلبانه مالیات و زکات بدیم، در اسلام زکات در
الان که ما داریم در زبان ترکی ورگی هست، در زبان عربی مالیاته. این مالیات بدیم به یه عده‌ای، احزاب، جمعیت های تعدادی. تا به اینجا نرسیم نمیتونیم به صاحب یک سیستم منسجم بشیم، سازمان یافته بشیم که بتونه بر اساس اون درآمدی که از طریق مالیات داوطلبانه پرداخت میشه. ببین اگر حاضریم جانمون رو برای استقلال آذربایجان بدیم، باید حاضر باشیم ماهانه یه مبلغی از درآمد خودمون رو بدیم به اونجا. ببینید واقعیت اینه دوستان، هیچ دولتی بدون دو تا حمایت مهم به وجود نیومده. یک، هر دولتی که در تاریخ به وجود اومده یک حامی خارجی داشته، حتی صفوی ها، حتی عثمانیه، حتی جمهوری ترکیه، یه حامی خارجی قطعا داشته پشت سر. دوم این که باید منبع مالی داشته باشه. برای منبع مالی رفتن کشتن، خونه‌شو برداشتن، امکاناتشو برداشتن، حیواناتشو برداشتن، اگه پولی طلایی چیزی داشته همه رو برداشتن، مصرفی مسیر کردن و یه تعدادی مالیات دادن، ورگی دادن. بدون اینها امکان نداره. یعنی حمایت خارجی از یه طرف باید لازم هست، حمایت داخلی از طرف این که باید از نظر مالی و انسانی تأمین بشه. یه عده‌ای به عنوان رزمنده میرن بجنگن، یه عده‌ای که پول دارن پول باید بدن، ندن هم باید ازشون به زور گرفت. خب میگه برای همین میگه که و داخی آل و اصحاب یوزرینه اولسون، که یعنی سلام و صلوات، آنون عشقینه به عشق حضرت محمد جانش رو و مالینی و ثروتش رو نثار etti. Bundan sonra bu fakir edir ol server ulema ve mehter din Muhammed ibn Cerir'inin ya Cerir kim? این kim یعنی کی؟ تفسیر کبیرین صاحبیدür. میگه که این آدمی که خودش این کتاب رو نوشته میگه که بوندن سورا بو فقیر ادر، یعنی این من که فقیر هستم دارم یه کاری میکنم. اول سرور علما، برای کی؟ برای اون سرور علما و مهتر دین محمد ابن جریر. محمد ابن جریر سرور علما هست از نظر این نویسنده. حالا اون چی کار کرده؟ که تفسیر کبیرین صاحبی دور، که این صاحب محمد ابن جریر صاحب یه تفسیری به نام تفسیر کبیر. اسم کتاب تفسیر کبیره. حق تعالی آنی رحمتی در یاسنه یاندرسون. اینجا یه ترکیبی به کار برده که برای اولین باره، ببینید، رحمت خداوند رو به دریا تشبیه کرده که دریا پر از آب میشه معمولا، ولی دریا هیچ کسی رو یاندرماخ نمیکنه، یعنی نمی سوزونه. و اینجا این نویسنده این رو به این شکل آورده، یه ترکیب عجیب متضادی ساخته. یعنی این ترکیب الان برای ذهن من و ذهن امروز انسان ها خیلی جور در نمیاد، برای اینکه دریا نمیسوزه، غرق میکنه. ولی این میگه اون دریا تبدیل بشه به آتیش و اینو بسوزونه. ببین چه کار، این یک کار عجیبیه. و دوستی الیندن شراب طهور گندرسون. و میگه از دست دوستش، یعنی از دست الله یا از دست محمد، شراب طهور گندرسون احتمالاً گندرسون یعنی برسونه. گندرسون الان ما گندرسون، ما خیلی کلمات رو الان دیگه تغییر دادیم، به خصوص در
تحت شرایط 100 سالی که تحت شرایط زبان فارسی بودیم بسیاری از کلمات رو ما فارسیزه می نویسیم و ادبی، ترکی ادبی هم که من بلد نیستم، ترکی استاندارد رو بلد نیستم که اولین پایه ترکی یاد گرفتن ترکی استاندارده، یعنی ا ا آ ای او او اینها رو باید بدونیم که کدوم کلمه چه وضعیتی داره. مثلا الان اینا بسم الله الرحمن الرحیم، ولی اینجا نگاه کنید یک کلمه اینجا آورد و براش چیز گذاشت، صدا گذاشت. مهتر اینجا گذاشته، محمد اینجا تشدید گذاشته. حالا بذار ببین رحمتی اینجا بخین رحمتی در یاسینه یاندرسون و دوستی دوستی الیندن اینجا دوستی نوشته، ای هم اینجا هست دوستی یعنی یولداش، ما دوست، ما الان به فارسی دوست میگن. دوستی الیندن şarab-ı tuhuri göndersin tevarih teberi demekle meşhur olan tevarih teberi، این تواریخ تبریه مشهور demekle یعنی میخوایم اسمشه، این demekle مشهور olan کتاب جمع ایلدی، این رو جمع کرد و بونجا لطایف و غرایب آنده درج ایلدی. میگه یک کتابی رو احتمالا همون صاحب تفسیر کبیر ها، احتمالا نمیدونم، ولی نه اون نیست، این میگه که دوستی، نمیدونم این احتمالا همون تواریخ تبری دمکله یعنی وقتی بگیم این اسم رو مشهور اولان کتاب جمع ایلدی و بونجا لطایف و غرایب در اون کتاب درج ایلدی. لیکن عربی olduğu cihetten اکثر کشی استفاده edemezlerdi. میگه به خاطر اینکه عربی بود اکثر افراد انسان ها، کشی انسان نمیتونست ازش استفاده بکنه. اول سببتن به اون دلیل آنی bir عزیز فارسیه ترجمه ایلمش، این تاریخ تبری رو یه عزیزی به فارسی ترجمه کرده ایلمش. کرجه اینده کرجه این اده جوک که رجع اده جوک صنایع جر ایلمش. حالا اینجا یه چیزی نوشته که من خیلی نمیشم، کرجه اده کرجه اده جوک زایع صنایع هرج ایلمش. حالا میگه که اینو متوجه نشدم چیه، ولی میگه که صنایع هرج ایلمش یعنی از بین برده خیلی جاشو. اما بوی پارده یا اما بو دیارده از استعمال اولون مغین حضرت امیری معظم و کامیکار امیرالامرا Ahmet Paşa Hazretleri Allah Teala ani dünya ve ahiret üzerlerine eğri irkürsün şöyle ve ca gördüler ki ol kitabı fahiri Türkçe dile tercüme oluna ta ki Arap ve Ecem lügatinde عجزی اولنلره آسان اوله. حالا به هر حال اینجا میگه که یه عزیزی این رو به فارسی ترجمه کرده بوده، چوک صنایع هرج ایلمش، خیلی قسمتاشو از بین برده، اینجوری بگیم بهش، یعنی یک اولین فارسی که اومده اینو ترجمه بکنه خیلی جاهاشو از بین برده. ما از اینجا میفهمیم که آقا اینا خیلی وقت پیش شروع کردن از بین بردن تحریف در کتاب ها رو، همون آدم عزیزی هم که فارسی ترجمه کرده. اما بو دیارده، اما در اینجایی که ما هستیم یعنی ترک ها، سرزمین ترک ها، از استعمال اولون مغین به خاطر اینکه خیلی کم استعمال میشه، حضرت امیری معظم حالا احتمالا یه امیر معظمی بوده، یه در
کسی بوده که دربار بوده، یه مقام بزرگی داشته، احتمالا مثل وزیر بوده مثلا. و کامکار امیر، یه حضرت امیر معظم و یه کامکار امیرالامرا. امیرالامرایی بوده احمد پاشا نام، حضرت لری. احتمالا 2 تا شغل رو همزمان هم میتونه داشته باشه، نمیدونم. حضرت امیری معظم و کامکار امیرالامرا. من 2 نفر فرض میکنم، احتمالا یه نفرم باشه، نمیدونم. ولی اسمش اینجا احمد پاشا حضرت لری. الله تعالی این رو در دنیا و آخرت براش خیر و اینا بده که شوله. حالا اینجا این کلمه ناقص اومده، من نمیدونم. وجه gördüler. بله وجه gördüler یعنی مناسب دیدن که او کتاب فاخر به زبان ترکی ترجمه بشه که ترک هایی که در زبان عربی عاجز هستند، عرب و عجم. ببینید حالا ترک ها رو عجم نمیگه، عجم به فارسی میگه اینجا. لغت عجزیدیler یعنی عاجز هستن از خوندن به زبان فارسی و عربی، اونلره آسان اوله، برای اونها آسان بشه. و اول کتاب نصایح و مواعظیله فایده‌لرنه‌لر، و با اون کتاب حالا مال تبری فایده هاشو بگیرن. ایله اولسه bu fakir zayıf ol ra'y imtisal edip Allah Teala'nın fazli inayetine iltica edip şuru eyledim ki ol kitabı Türkiye döndürem. میگه حالا این توفیق برای من حاصل شد که این کتاب رو به فضل الله تبارک تعالی به ترکی برگردونم. مذکور olan ayat ve ahadis manası elden gittikçe beyan edim. Elden geldikçe beyan edim. اون آیات و روایاتی هم که در متن کتاب اومده اونها رو هم بیان بکنم. Ümitdir ki bu kitabın nesayihinden müstefid olan azizler bu fakiri خیر ile analar. این برای اولین باره که آنلر رو دارم میخونم که امروزه در ترکیه خیلی کاربرد داره. در میان ما آذربایجان این تقریبا از بین رفته. آن گفتیم که در زبان ترکی چند تا معنی داره، مثل فارسی نیست. یکی به ضمیر اشاره است به آن که در فارسی هم هست، یکی به لحظه هستش که اینم در فارسی هستش، یکی به معنی من اصلا. اینجا این رو آنماق یعنی به خاطر آوردن. این نشون میده که این کلمه از زبان ترکی رفته به فارسی. آنماق، آنماق یعنی به خاطر آوردن، گرامی داشتن. حالا مثلا فرض کن که برای یک کسی که مرده چله میگیریم، سال میگیریم، سالگردهای مختلف میگیریم، هزاره میگیریم، اینا اونو آنماق میکنیم، یعنی اون رو به خاطر زنده، یادشو زنده نگه میداریم. اینم میگه که منی عزیزلر بو فقیری خیری له آنسınlar، یعنی من رو با خیری، با نام خیر یاد بکنن. آنلر یعنی آنالر، یعنی یاد بکنن، خاطر بیارن. حق تعالی گلlerine توفیق و vericidir. الله به عبدهاش گلر، گل ما داریم مثلا میگیم علی گلی، علی گلی این همینه، اینجا به معنی این هستش. توفیق vericidir. الله توفیق میده. مرادlerine irkücüdür یعنی به مقاصدشون رساننده هست. ایرمک یعنی رساننده، رسیدن. الگولو فیما خلقه الله لاجله، این گولی هستش که میگه که الله، خدا برای چه چیزی آفریده. میگه در این زمینی میخوایم. حالا bu söz ol nesnenin beyanındadır ki Hakkı Subhanahu Teala bu mahluqatı ne için
یاراده. حالا میگه از اینجا به بعد این سخن در اینه که چرا خداوند انسان رو آفرید، به خاطر چی. این فارسی هم عربیش همین بود، یعنی عربی الگولو فیما خلقه الله اجله. حالا من یه چیزی رو ناقص گذاشتم، این از پیامدهای چیز اینه که تصادفی که کردم اینه که بعضی چیزا رو فراموش میکنم. الگولو، حالا گفتیم که مرحله اول و ابتدایی یاد گرفتن زبان ترکی اینه که زبان استاندارد ترکی استاندارد رو بگیری. استاندارد ترکی استاندارد چیه؟ این صداهایی که الان اینجا روی قرمز میبینیم دوستان، الگول، القول، القول فیما خلق الله لاجله. این از کجا ما این رو درست خوندیم؟ از این استاندارد، این صداها روی خط هستش. اگه این نباشه مثل اینجا که ترکی نوشته، این صدا نیستن، اینا خطن. ما اگر این رو به صدا تبدیلش میکنیم به خاطر اینکه عادت کردیم، چشممون قبلا به استاندارد عادت کرده، مغزمون عادت کرده، ما این صدا رو روزانه به کار میبریم، در نتیجه میتونیم. اما اگر یک کلمه ناشناس باشه برای ما، نگاه کنید اینجا نسننون صدا گذاشته روش، تا این صدا رو نذاره من از کجا بدونم این چی هست؟ این حالت که هست، ولی میدونیم که الان استاندارد ترکی در اینه که این نون هستش، نون غنه‌ای که در دماغ هست. خب مرحله دومش اینه که ما با زبان ادبی چی هست؟ اگه بخوام ادبی رو بگیم، یعنی زبانی که این زبان ترکی در تاریخ به اون شکل نوشته شده، به ما رسیده، یک رسم و رسومی داشته این زبان، نوشتنش، خوندنش، اینا، اونو بدونیم. حالا ادب امروزه به شعر و نوشتار میگن، در حالی که کل زبان به هر شکلی نوشته شده اون منظوره. ادب منظور از اونه، نه به سلام علیک کردن، خیلی نمیدونم تعارف کردن، اینا نیست. ادب منظور به اینه که در تاریخ تا امروز این زبان چه شکلی نوشته شده توسط علما، اندیشمندان، متفکران، صاحبان دیوان و دفتر و اینها، دولت و اینها. وقتی هم میگیم دیوان، منظور دفتر و دستک دولتی هستش. اما این رو بعداً اومدن به شعرا هم گفتن که آقا دیوان دارن، یعنی دفتر و دستک دارن. دیوان هم خودش از کلمه دیو احتمالاً بیاد و به معنی مجازات باشه. احتمال میدم که اینها رو دیوان الیردی، یعنی دیوان میکردن، یعنی حکم میدادن، مجازات میکردن. اون کتاب ها بیشتر اول به خاطر قوانین بوده دیگه، مجازات ها اونجا بوده، دیوان میشده. حالا این ادبیات، تو ادبیات فارسی هم به کار رفته که برای دیوان اینها به کار میبره، یعنی مجازات به کار رفته. حالا بعد از زبان ادبی یا دیوانی دولتی و اینها، زبان قانون اینها که خیلی سخته دیگه، قانون نمیشه خیلی تغییر داد قانون. زبان علمی هستش و زبان تخصصی هستش. زبان علمی مثلا شما مثل همون کتابی که پریروز گفتیم که علم بیان، اونجا کلمات رو یاد میگیرید، مفاهیم رو یاد میگیرید، اینا میتونید بعضا شروع بکنید مثلا فلسفه بخونید، منطق بخونید، عرفان بخونید، تصوف بخونید، ریاضیات بخونید، هندسه بخونید، نجوم بخونید، فقه بخونید، نمیدونم قانون بخونید، قرآن بخونید، تفسیر بخونید، روایت بخونید. اینا تخصص‌های مختلفن، ما موافق باشیم یا مخالف باشیم، اینا تخصصن. ملاها یه متخصصن، چه موافق باشیم چه نه. فالگیر یه متخصصه، اگر فالگیر چیز باشه، تخصصی باشه، یه متخصصه. و یه زبان خاصی داره. من تلاش کردم کتابشو بخونم، نتونستم بخونم، برای اینکه یه زبان خاصیه، تخصص اون. علمی هم که این که یعنی شما باید اول با اصطلاحات هر تخصصی آشنایی داشته باشید که این رو یه جایی یاد میگیرید. بعد حالا علم دیگه میره مثلا
الان ما امروز علم رو خیلی زبان متخصصین میدونیم، تخصصهای خیلی ویژه رو علم بهش میگیم امروزه، در گذشته این معنی رو نداشته. خب میگه که حالا ما باید اگه بخوایم زبان ترکی رو یاد بگیریم باید این 4 مرحله رو بگذاریم، تبدیل بشیم به اینکه بتونیم زبان ترکی رو بخونیم. من الان با خوندن این کتاب ها تلاش میکنم اول کتاب ها رو بشناسم، بدونم که آقا فارس ها و دول غربی که بر ترک ها چیره شدند، پیروز جنگ شدند، چه بلای سر ما آوردن و ما از تاریخ و تمدن چیزی نمیدونیم. من تلاش میکنم اول اینو بدونم، بعد تلاش میکنم که در کنار این با کتاب های ترکی آشنا بشم و بعد تلاش میکنم که آشتی بکنم با خطهای دستنویس قدیمی، با اینها رو چشم بهشون عادت بکنه، چشمم به اینها عادت بکنه و بتونم بخونم و یواش یواش تبدیل بشم به یه متخصص در زمینه کتاب‌های خطی خوندن که ترکی هستن. خب از اینجا که حالا این دیگه شروع میکنه به اون کتاب، باب اولش این هستش، اونو شروع میکنه این تکفروا فإن الله غنی. حالا اینجا ببینیم مثلا این یا آیه هست یا یه حدیثه، این تکفروا فإن الله غنی عنکم، یعنی اگر siz kafir olursunuz والله temiz söz Allah temensüz Allah Teala والله تیمنسوز. ببینید صدا نذاشته، من چه بخونم اینو نمیدونم که. تیمنسوز یعنی تمناسوز احتمالا میشه، تمناسوز. تیمنسوز Allah Teala sizden ganidir ve sizin taatünüze hiç ihtiyacı yoktur. Evvela bilkul ki ya bilinül bilkul ki Hakkı Teala Celle Celaluhu bu mahlukatı yarattı, göz verdi kim? Göz verdi kim? Allah Teala'nın ibretlerin göreler. نگاه کنید من اینو göz خوندم، حالا مثلا چجوری اینو خوندم، البته یه صداهای اینجا داشت. göz verdi kim? Allah Teala'nın ibretlerin göreler ve kulak verdi. ببینید kulak verdi kim? ilmi hikmet eşideler ve gönül verdi kim? Gönül içinde akıl koydu kim? anlayalar. ببینید anlamak، حالا اینجا نون رو متوجه شدیم که در خیلی جاها این کافی که مثل نون نوشته میشه روش 2 نقطه میذاره. اینو در کتاب‌های مختلف یاد گرفتیم. anlayalar ve hakkı batilden seçeler ve faydaları ziyaniden fark edeler ve bu yeri güller için ve bu yeri فکر میکنم اینجوری باشه و bu yeri güller için düştü kim? Üzerinde yürüdüler ve dahi kökten yağmur. حالا ببینید یعنی ما اگر شروع بکنیم به خوندن کتاب یواش یواش، من الان فکر کنیم مثلا 60 ساعت ترکی خوندم، دارم یواش یواش این کتاب ها رو میتونم بخونم و این یه پیشرفته به نظر من. دارم یواش یواش و قلیل من عبادی شکور. حالا اینجا آیات رو بیشتر ترجمه، یعنی benim kullerimden hakkınca şükreder azdır demek olur. الگولو فی مقدار هذه دنیا. حالا برگشت که این دنیا چقدره، میخواد در مورد این صحبت بکنه. این خلاصه احتمالاً از کتاب تواریخ تبری هست. تواریخ هم احتمالاً جلداش رو میگه. بریم ببینیم یه صفحه دیگری رو از یه جایی یه چیزی پیدا بکنیم، یه سرفصل جالبی پیدا بکنیم که زورمون برسه. من اینجا آیات هستش بیشتر،
زورم بهشون نمیرسه. بریم صفحه 50. 48 49 و 50. البته اینجا 94 95 ولی اینجا 50 نشون میده. و حالا هم اینجا عربیات هستش و قرآن هستش. دوباره قالوا یا ابا یا ایا قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا. حالا اینجوری یه چیزایی اینجا هستش که حالا درش موندم. این کتاب خطش برای من راحته خوندنش. من به راحتی میتونم این کتاب رو بخونم. عربیش هم راحت میتونم بخونم، ترکیش هم به راحت میتونم بخونم. بریم صفحه 100 ببینیم. تو صفحه 100 یه چیزی داره که ما همین هنوز هم عربیه. قال اینک الیوم لدینا مکین امین. Bugünden görürsen benim malım ve hürriyetlerim üzerine emin ol vaktinde. ببینید داره در اون زمان، ببینید ما یک چیزایی رو دوستان برای ما در این 200 سال 250 سال اخیر برای ما این جهل رو گذاشتن. ما فکر کردیم که حریت یه حرف جدیدیه. مثلا نگاه کن که اینا آوردن. Bugünden görürsen benim malım ve hürriyetlerim. یک حریت نداره. ببینید حریت به معنی آزادیه، اما حریتlerim یعنی تمامی آزادی های شخصی من. خیلی خیلی این حرفه. یعنی در چه سالی نمیدونم داره از حریت های فردی صحبت میکنه که الان در حقوق بشر از حریت ها صحبت میکنن. Bugünden görürsen benim malım ve hürriyetlerim üzerine emin ol vaktimde makbul ve müteber oldu ve ne söz kim dersen gatimde makbul olsun deri. Eğer Yusuf evvel emriden çıkıp sultana gelmiş imişse şimdi gatinde üzr dilmeye ol töhmetleri üzerinden def etmeye muhtaç olurdu. حالا داره در مورد حضرت یوسف صحبت میکنه که چرا مثلا اون اول رفت زندان و بعدن اومد بیرون و اگر اول میرفت چی میشد. از این حرفا رو میگه که حالا بریم ببینیم صفحه 150ش یه موضوع جدیدی داره که به غیر از قرآن باشه. ما بخونیم ببینیم که چی میگه. همینجا هم دوباره این حدیث موسی ام به مصر آمدن و گذاردن پیغمبر خدای تعالی. اینجا اون آدمی که اینو به فارسی ترجمه کرده داره اون رو چیز میکنه. پس sabah Musa anden küçük ehli ayalın alıp Misre geldi. sabah Musa anden oradan، از آنجا، آندن آنجا. در فارسی اینو نداریم. آندن کجب اهل ایالین آلوب مصر geldi. مثلا از کجا این آلوب باشه من نمیدونیم. اینجا آنلر مثلا اینجا تشدید رو گذاشته، خط رو گذاشته، اینجا آ رو گذاشته. میده بگونی اینجا من متوجه میشم چی به چیه. اما اینجا آلوب مصر geldi. این آلوب میتونه آلوب باشه یا الوب باشه. Misre geldi. Musa'nın annesi ve Harun atesi ve Harun ve kız kardeşi. این چیه؟ نمیتونم بخونم اینو. kız kardeşi مریو هانون حیاتنده. این نمیدونم یعنی چی. این کلمه نتونستم بخونم. هم اینجا قاطی شده، همین که گرداشی احتمالا نده. هنون این رو اگه خودش خط کشیده باشه روش گرداش هنوز حیاته ایدی. من اینجوری خوندم، یعنی
kız kardeş henüz hayatta idi. Atesi Ümran fot eləmiş olmuştu. Gece olacak. Musa ötüye geldi. Annesine selam verdi. Annesi selamın aldı. Ama Musa bilmedi. Zira onu 12 yıl ölmüştü kim ani görmemişti. Musa'ya sordu ki ne kişisin dedi. اینجوری میشه. میگه که موسی زن و بچه‌شو برداشت اومد به مصر و بره پیش مادرش آتسی، پدرش هارون برادرش و kız kardeşi خواهرش. میگه Atesi Omran ölmüştü. Kız kardeşi diriydi. Kardeş این هارون. Kardeş Harun'ش برادرش بود دیگه. این هنوز حیاتیdi یعنی زنده بود. Atesi Omran. Atesi ببینید اینجا Atesi Omran فوت eləmişti. مرده بود پدرش Omran. Gece ölünce şab kesiyor gece. Olacak Musa öye geldi. یا ötüye geldi. اگه ötüye باشه یعنی جلو، یعنی اومد به جلو geldi. یا eve باشه evine geldi. یعنی evine باشه میشه خونش اومد. annesine selam verdi. به مادرش annesine selam verdi. سلام کرد به مادرش. آنسی سلامن aldı. سلامش رو پذیرفت، جواب داد. اما موسی bilmedi. اما موسایی احتمالا موسایی bilmedi. اما نشناخت موسی رو. زیرا 12 yıl olmuştu. Kim ani görmemişti. 12 سال بود که اون رو ندیده بود. موسایه sordu ki از موسی پرسید که نه کیشیسن، sen kimsen؟ الان ما اینو دیگه نه کیشیسن یعنی این که مثلا چه مردی هستی نیست، این به این معنی نیست، یعنی تو کی هستی؟ dedi. گفت موسی ایدی یا ایندی. موسی اومد یا پایین اومد. Musafirin bu gece sana konak olmak isteren. Musafiren. Musa itti. احتمالاً یا ایندی اومد پایین یا حالا نمیدونم ایتی باشه یعنی گفت که مسافر هستش. bu gece sana konak olmak isteren. ببین با یه لهجه خاصیه. الان این لهجه اینجا نگاه کنید. از اینجا به بعد من این لهجه زنجان و قزوین و همدان و ایناست. نگاه کنید میگه که نه کیشیسن، چه مردی هستی؟ دیدی. موسا ایدی مسافرن، مسافر هستیم. bu gece sana konak olmak isteren. دقیقاً الان این ایالت های ترکی که الان نام بردم، زنجان و قزوین و همدان و اون طرف ها و حتی احتمالاً قشقایستان و ترکمن صحرا به این زبان الان همین امروز هم صحبت میکنن. گفتش که bu gece میخوایم، امشب میخوایم مهمان تو باشیم. آنسی خوش geldin diyor. Düşen bir ağları. حالا مادرش گفتش خوش geldin diyor. خوش geldin گفت. diyor دشن. حالا این من نمیدونم، این دشن bıraktı. یه چیزی گذاشت. اونجا گذاشت. احتمالا دوشکه این، فکر میکنم. دوشک bıraktı. دوشک رو گذاشت. دوشمک. ببینید الان مثلا خیلی فکر میکنن دوشک فارسیه، اما نگاه کنید دوشمک یعنی پهن کردن به زمین. هر چیزی رو که پهن بکنید، مثلا دامن üstüne ağaçları döşemek میکنن.
هر چیز فرش رو دوشمک میکنن، هر چیز رو که پهن بکنن یه جایی اسمش دوشمکه. خب حالا در این حال اگه دارید مسافرت میرید یه جایی استراحت میکنید، اونجا دوشمکگاه میشه، دوشمک میشه، دوشمک همین، یا اونجا میشینید چیز میشه دوشمک خودش احتمالاً از دوشمک اومده، یعنی فرود آمدن. این دوشک از اونجاست، جاییه که شما اونجا فرود میایید. دوشک براقتی یعنی یک توشکی رو گذاشت براشون. موسی اتوردی، موسی نشست. آنسی اونه تعام گتوردی، مادرش براش تعام آورد. آندن هارونه ایدی، سون را به هارون رفت یا به سراغ گل گناغله بلجه اوتور سورا ایدی یعنی گتی، همون جایی که بالا گفتم درست گفتم. سورا به هارون رفت، سراغ هارون. گل بیا گناغله با مهمون بلجه اوتور bir az بشین. بلجه اوتور bir az بشین. dedi ki yalnız mısın? dedi ki yalnız mısın؟ خیلی جالبه. من اینجا دیگه داره با لهجه برای من خیلی شیرینه. یکی از دامادم هم به این لهجه صحبت میکنه، اهل قزوین هستش. خیلی جالبه. اوتور دیدیکیده یعنی دیدی کی، اوتور بشین. دیدی گفت یالنز مسون، سوال پرسید که آیا تنهایی؟ یالنز مسون می گفتیم که علامت حرف سواله. وقتی در هر کلمه‌ای بیاد اون کلمه رو سوالی میکنه، برعکس فارسی که آخر جمله علامت سوالی میذارن یا صدا بلند میشه سوالی میشه. در زبان ترکی می روی هر کلمه‌ای در جمله بیاد داخل جمله اون کلمه سوالی میشه. یعنی سوال اون کلمه هست نه کل جمله. کل جمله هدفیه برای اینکه به اون کلمه برسیم. yalnız mısın? Hatırcığı hoş olsun ederler ki. Hatırcığı یعنی خاطر کوچیک شما. خاطرجغی یعنی این خاطرجغ بعضی وقتا برای کوچیک کردن طرفه، بعضی وقتا برای این محبته. مثل بچه که شما باهاش، بچه‌تون هست، نوه‌تون هست، باهاش صحبت میکنید، یه جوری باهاش صحبت میکنید که مثلا صداتون ظریف میکنید، بچگانه صحبت میکنید، اینا اون بچگی، حالت بچگی میده بهش، ولی قصد توهین نیست. نه خودتون رو تحقیر میکنید نه بچه رو تحقیر میکنید. به زبان اون بچه سو. حالا اینجا خاطرجغی یعنی خاطر شما رو، خاطرتون خوش اولسون ادرلر، برای اینکه خاطر شما رو خوش بکنن، خاطرجغ شما رو خوش بکنن. کی گتوردگی تعام مرجمکیدی، اون تعامی که آورد مادرش برای پسرش موسی، تعامش مرجمک بود. الان مرجمک میگیم البته در تبریز، اما فکر میکنم در تهران فارسان بهش میگن ماش میگن یا عدس میگن، یه چیزی نمیدونم. ایدی هارون داخل اتروب تعام سندی تا هارون برادر موسی نشست و به طرف تعام برگشت. سندی، من فکر کنم سن ماخت در فارسی، در ترکی خاموش شدنه. الان من نمیدونم در اون زمان چی بوده، ولی سندی یعنی احتمال میدم که برگشت که بخوره. آندان موسی سوزوندن بیلدی. حالا این خیلی زیبا نوشته شده. من لذت بردم از این
این هم جزو کتابایی به خصوص که به لهجه به لهجه چند تا منطقه خارج از آذربایجان امروزی که حالا قبلا آذربایجان بوده الان جزو آذربایجان نیست، خودشون استان هستن، استان قزوین و استان زنجان و استان همدان و اطراف تهران که قم هستش و جاهای دیگری که اون اطراف هستش، قشقایستان که من فکر کنم الان باید تلاش بکنن اونجا رو به ایالت تبدیلش بکنن، به استان تبدیلش بکنن و بعد حالا اگه بتونن استقلال بگیرن در آینده که خیلی عالی میشه. و ترکمن صحرا که من خیلی با لهجهش آشنا نیستم، میتونم بفهمم. دوستی داریم در تورنتو که هر از گاهی میبینیم اون صحبت میکنه یا جلسات ترکمن ها شرکت میکنیم، من لذت میبرم، میفهمم سخنرانی هاشون کاملا متوجه میشم. خب کلمه های اینجا اونجا هستش که به خاطر اینکه گوشم عادت نکرده چیزی، ولی اینجا خیلی زیباست. من لذت بردم از اینکه گفتگوی مادر موسی با موسی و برادرش اینها رو به لهجه آورده که لهجه این ما هستش. و من فکر میکنم لهجه تبریز لهجه‌ایه که تغییر کرده، از ترکمنی خیلی دور شده. خب بریم اینجا صفحه 150 بود، بریم صفحه 200 ببینیم که چه خبر هست. 207 205 اوکی 200. ببینید توی این 200 از چه چیزایی صحبت کرده. اینجا هم دوباره 292 294 هستش. نمیدونم چه شکلی این کتاب یه مقدار اینترنت فرق میکنه. اینجا صفحه مثبت، هر دوتا صفحه مثبت چطور آخه صفحه این 192 هستش، این 194 نمیتونه باشه، این باید 193 باشه، این 192 1 2 این 3 هستش، اینجوری نوشته، این 3 رو اینم 4 هستش. حالا اجازه بدید صفحه 4 ببینیم برای اینجاش میگه این آیت ملکهی ان یأتیکم تابوتو فیه سکینتون من ربکم، یعنی اونون پادشاه المسنین نشانی بو اولکیم تابوت سنینه گله ببینیم سنینه گله içinde sakine ola. Beni İsrail tabut gelmesi haberin eşidecek به محض اینکه جک اینجا به معنی اشیدجن یا دا اشیدجن هم میتونه باشه، ولی اشیدجک من میخونم اینجا، یعنی به محض اینکه شنیدن شاد اولدوlar یا شاز اولدوlar، اینجا شاز نمیشه، شاد باشه اولدوlar، زیرا kendilere واقع olan bela ol tabut onlardan gedenden biri olmuştu. Onlar ne kadar ki cehd ederlerdi tabut kendiliğini bilmezlerdi. Şöyle rivayet ederler ki ol tabut olup yere gömmüşlerdi. Teşdid نذاشته دو تا میم گذاشته. Bazılar eder ol tabut putperestler eline düşmüştü. Ani getirip puthalarına attılar. الان ما میگیم attılar، این altdılar. من دارم یواشکی ترکی یاد میگیرم. bir yerde gördüler her sabah ki putlerine secde etmek varırlardı. Putleri yüzü üstüne yıkılmış, tabut onların üstüne çıkmış
دودرکرlerdi. اینجا تشدید گذاشته دودرکردرlerdi. نمیدونم این چیه. تابوت putleri üstünden ködürürlerdi. Ehtimalen hem ködürürlerdi. Çıkmış dudur görürlerdi. Dudur gödürürlerdi. Çıkmış durur, inem durure. Durur görürlerdi. Okey. Fahmidem hala. Onların üstüne çıkmış durur görürlerdi. Tabut putleri üstünden giderlerdi. Giderlerdi. Putleri öperler, tozun toprağın silerler, yine izzetle yerine koyarlardı. Yarındesi sabah kim, yarındesi sabah kim gelirlerdi, yine putleri yüzü üstüne düşmüş, tabut üstünlerine benmiş, yenmiş bulerlerdi. Tabutu öl vecihle görecek, bu tilismle olmuş neden nesnedir Beni İsrail, Beni İsrail'in tasfidir yub tabut buthaneden çıkarıp iki sefer getirip bir bütünlerine berkidip göyden çıkarıp gumuşlardı. خیلی زیبا نوشته، خیلی زیبا. بعضی از کلمات برای منی که تاریخ رو نخوندم، با زبان ترکی آشنا ندارم، به زبان اون زمان این کتابم آشنایی ندارم، برای من خیلی جالب هستش. بریم صفحه 300. حالا 200 شد. بریم من ببینم حالا چقدر این 57. خب 57 دقیقه هستش که ادامه داره. بریم صفحه 350 ببینیم چی هست. خب ببینیم 350 چی هست. چه چیزی اینجا داره؟ راحت ölürler vaktinde mergub ölerlerdi. Hoşnavaz bu sözü hoş gördü. Nekem deldiyse ana verdi. Dilediyse, nekem dilediyse ona verdi ve buyurdu ki iki elin ve iki ayağın kestiler iledip biriye bir geldiler, çünkü birbirine ihtimalen bir geldiler çünkü فیروز لشکری gelip ani حالا این مربوط به فیروز و ایناست دیگه، جنگ اسلامه. ani ol halide gördüler Firuz'un ceberutlerler Firuz'un haber verdiler. Firuz'e haber verdiler. Firuz ani götürdü gördü halinden haber sordu. Ol pir etti. Abi Melk ibn falan oğlu falanım ki Xaşnvan getinde benden müteber kişi yok idi. Senden ana
خبر gelecek Haşnuvaz ya Haşnuvan bekler yele tanışık eyledi. Her biri bir dörlü nesne söyledi. Ben ettim. Devlet meslaheti budur ki yoksullere heyf etmeye sen. اینجا ببینید من وقتی میگم ما با چیز خودمون با ادبیات ترکی آشنا نیستیم، با ادبیات عربی آشنا نیستیم، ما ذهنمون در مهندسی جهل به سر میبریم. من الان اینجا در این متن دارم با حالا اسمش الان ذهنم پرید دوباره، با اون کتاب نویسنده پرنس ایتالیایی که این پرنس نوشته و میگه که هدف وسیله را توجیه میکند رو تقریبا در اون گفته، این همون الان این داره اونو بحث میکنه. ولی ما مثلا باید حتما اون اسمش چرا یادم رفت، حتما باید اون ایتالیایی بگه که ما بگیم نه. اینم میگه که حالا این ایرانی که خوشنواز هستش داره میگه که her biri bir türlü قبلا türlü میگه حالا dürlü میگه، bir türlü nesne söyledi، یه حرفی زد، یه فکری رو بیان کرد. ben ettim، من گفتم، دولت مصلحتی budur ki، حالا این کیه که میگه من گفتم، باید قبلا میخون من کجا رفت؟ ben ettim، ben گفتم یا انجام دادم، دولت مصلحتی budur ki yoksullere heyf etmesin، به اونایی که چیزی ندارن به فقرا اهمیت نده، حیف نکنه مال رو. الله'den korksun، از خدا بترسد، عجم پادشاهی فیروزدن احتیاط edesen، bilirsen ki firuz ne kişidir böyledir kimçün böyledir kimçün Haşnuvaz گگدی احتمالاً گجدی نمیدونم، گگدی benim tuzum etmeküm، benim tuzum نمک، اتمکüm این خیلی جالبه، اتمکüm، اکمک امروزه میگیم اکمک در ترکیه، اونجا میگه اتمکüm احتمالاً ات با مک، اتمک یا این میتونه باشه، یا اینکه من البته به خاطر این توزوم یعنی اونجا میگم اتمکم یعنی گوشت و نون، یرسن اتمکم اینجوری میشه نمک گوشت و نونم رو میخوری، یرسن میخوری، لشکرمون kökülüne gırgı bırakırsın، اما در دل لشکر من ترس میاندازی، فیروزن نسبتن edersen، میگه با فیروز یه رابطه داری دیدی. خب ببینید خیلی زیباست دیگه، داره بیش از 1 ساعت شد. من برم صفحه 500 به جای اینکه برم صفحه، البته زیاد نیست دیگه، آخراش بریم صفحه 351 هستیم، بریم صفحه حدوداً آخر کتاب یه صفحه بخونیم و تمومش بکنیم، ببینیم چی میگه. حالا از اینجا یه جایی شروع بکنیم ببینیم چی میگه. اولدی بریم از اینجا بخونیم. و یمامه، حالا اینجا برای اینکه جغرافیا رو میگه، dedi Qeysər daxi bu sülhə köklü gəlməz razı oldu. Şilə kim nuşirəvan razı oldu. Musil və Cəzirə və Badəi və Hicaz və Təvaif və Bəhrin
ve Yemame ve Yemen büler kullini Qeyserin elinde adı. Nuşin revan aldı. Nuşin revandan gayri Ecem melikleri bu şehirlere malik olmadı. Ondan sonra Nuşindevan dildekim Hinde ve Vere evvel bir pehlivan gönderdi. Hendevere bebخشید هنده من ببینید بازم من چی میشه دیگه فارسی رو میارم. dilde kim revan dil kim hendevere evvel bir pehlivan gönderdi ve çok leşker geçti kendi ve kendi varmeden Umman yüresinde ne kadar şehirler varsa feth eyledi. Ahirül emr Hindiler şahi sülh eyledi. Nuşin revane harac ve vermeke razı oldular. Pes dönli cihan Nuşin revane مسخر oldu. من اینو مسخر خوندم. عدل cehani imaret eyledi ve hoş kanunlar koydu. Üşr gaidesi getirildi. اشر kelimesi اگه از کلمه اشر باشه به معنی دهه، یعنی یه قاعده دهگانه گذاشت. اشر قاعدسی getirildi یعنی قانونی به نام فرمان 10. موسی داشت 10 فرمان، اینم همون فکر کنم. اشر قاعدسی getirildi، قاعده دهگانه آورده شد، هر کشی haline göre verine ve bağına verine ve yerine باغنه göre ve yerine ve bağına göre خراج koydu. بله همون چه اشر یک دهم خواست این آدم. göre خراج koydu bunu defter edip hazinesinde sakladirdi. در خزینش نگه داشت. kendinden sonra dahi bu nesneye adet olup kaldı. Nuşin revanın denli padişah ya denli من اینو میخونم دکلی نمیدونم یعنی چی. Dekli padişahlığı 48 yıl oldu. 42. yılda Mekke üzerine geldiği hem ol yıl içinde idi kim? Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhim salavatullah etmalayına başı dünyaya geldi. Sonra Nuşinrevan'ın oğlu Hürmüz zamanında peygamberlik için vahiy geldi ve Cebrail dahi indi. Ol sebeptendi Peygamber aleyhisselam velidet fi zamanin melikin adilin yani bir adil, ben bir adil padişah zamanında tuğuldum dedikten muradı Nuşinrevan adil zamanıdır. Haber حالا عربیه. مولود محمد Mustafa salavatürrahman aleyhi tevarih kitaplarında şöyle rivayettir ki ol yıl ki Ebrehe Mekke Allah üzerine pil götürüp helak olmuştu. Ahir zaman Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ol yılda dünyaya gelmişti. Ol gece ki Hazreti Risalet dünyaya geldi. Rabiul Evvel ayının 12. gecesi idi. Bilkul
ki Resul Hazretinin anesi Beni Zühre kabilesindendir. Abdülgıra oğlu Veheb'in kızı derer adı derer adı Amine'dir. Atesi Abdullah ibn Abdülmutallib'dir. ایدرلر کی کتاب در اینجا تموم میشه. این جلد بقیه داره، بقیه رو ما اینجا نداریم. من به نظرم آقا هر کتابی که میخونم میبینم یکی از اون یکی بهتره. الان این کتاب واقعا قیامته، با املای خیلی ساده و روان، با لهجه های مختلف و خیلی خوندنی و لذت بردنی. یکی از اون علایمی که شستشوی مغزی شدیم و در یک جهان جهل و جهالت به سر میبریم و ما رو مهندسی جهل میکنن اینه که من شخصا نمیدونستم که تاریخ طبری رو از عربی به فارسی ترجمه. من فکر میکردم مثل همه کسایی که در ایران هستن، من فکر میکردم تاریخ طبری رو به فارسی نوشتن. حالا میبینیم که تاریخ طبری عربی بوده، اون رو به یک کسی به فارسی ترجمه کرده که خیلی جاهاشو قتل عام کرده، کشته، از بین برده، کتاب رو تحریف کرده، درش دست برده. و حالا نمیدونستم که ترجمه داره به ترکی که اینقدر زیبا و سلیس و روان نوشته. با این که مثلا من ترکی استاندارد رو نمیدونم، ترکی ادبی رو نمیدونم، ترکی علمی رو نمیدونم، ترکی تخصصی رو نمیدونم. ترکی تخصصی منظور الان تاریخ طبری یک کتاب تخصص علمی تخصصیه، برای اینکه داخلش در مورد زبان‌های مختلف هست، اسامی از ملت‌های مختلف هست، عربی هست، فارسی هست، ترکی هست، اصل کتاب ترکیه، درش اصطلاحات دینی هست، اصطلاحات تاریخی هست، اصطلاحات جامعه شناسی هست، اصطلاحات همه چیز هست. یعنی از اقتصاد هست، از فنون مختلف، از رشته‌های مختلف هست، در مورد پیغمبران مختلف هستش، زبان‌های اونها. در نتیجه یک تخصص خوده این. من اینها رو بلد نیستم، ولی با این حال بگذاریم که اینجا و اونجا با کلمه های مشکل دارم، ولی خب این هم به خاطر این که من چقدر خوندم. کل این کتاب رو من 1 ساعت وقت نذاشتم براش. ببینید اینجا نشون میده 1 ساعت و 13 دقیقه وقت گذاشتم من برای این کتاب. کلش حرفایی که خودم از خودم در آوردم زدم هم روش بذاریم کم بکنیم میشه مثلا 40 دقیقه. اینا من کلا این کتاب رو خوندم. به نظرم اومد که خب من این کتاب رو میتونم بخونم. با خطش خیلی انس پیدا کردم، یعنی خیلی به راحتی فهمیدم خطشو، ازش لذت بردم. خب ببینید یعنی این کتابیه که من از خوندنش به زبان ترکی لذت بردم. من فکر نکنم کمتر فارسی بتونه متن فارسی اون رو به راحتی که من الان اینو میخونم بتونه بخونه. یعنی ببینید این خیلی مهمه. من میتونم الان این کتاب رو خیلی راحت بخونم و ارمسینی و عرفات چگوب عرفاتی ده درمسینی و تاش آتمسینی و احرام دوتمسینی و قربان ایلمسینی و باش یولونمسینی و احرامیدن چگمسینی فیل جمله حاجیلر نه و جهل حج ادر لرسه بو ترتیبی ابراهیم گتردی. نگاه کنید من دارم این کتاب رو در این مدت، البته خطش هم خیلی زیباست، یعنی خطی که من میتونم راحتم باهاش میتونم بخونم. مثلا کتاب قبلی هم ترکی بود ولی خطش به قدری حالا بگیم خوشنویسی شده بود که
من توش گم می شدم، نمیتونستم کلمات رو بفهمم. اینجا هم بعضی کلمات رو نمیتونم، علتش هم اینه برای اگه من مثلا به جای این که پراکنده بخونم از اول شروع بکنم، همین 1 ساعت رو وقت میذاشتم دیگه راحت در میومدم. برای اینکه هر جمله که میخونیم، هر کلمه که میخونیم که ذهنمون نقش میبنده، اون نقش نوشتارش، املاش و اینا، در جمله میایم یواش یواش معنی ها رو پیدا میکنیم. با هر جمله که جلو میایم ذهن من یک جمله ترکی داره از این کتاب، از این ادبیات، از این تاریخ، از این نوشته، از با این حروف، با این خط یک خاطره داره. حالا جمله بعدی رو میتونه با جمله قبلی بسنجه، کلمات رو معنی بده. اگر جمله قبلی رو غلط خونده برگرده اصلاح بکنه. ببینید این یک خیلی زیباست، لذت بردم. امیدوارم دوستان شما هم آغاز بکنید به خوندن و لذت ببرید. شبتون روزتون بخیر، به امید دیدارتون در یک کتاب دیگر به زبان ترکی و آگاهی از این